اسفره ولایت سوخت روز دعوت شونده برگزار گردید. جوانان وطن دوست شهر اسفره در روز نخستین دعوت بهاری آمادگی خود را برای خدمت حربی بیان داشتند. نتیجه همین بود که نقشه دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح در روز اول با پررگی اجرا گردید. گزارش خبرنگاران ما. با آغاز گردیدن معرکه دعوت بهاری به صف ارتش ملی، جوانان دلاور دهات ورخ و چرکوی شهر اسفره اولین شده در جمهوری تاجیکستان از اجرای نقشه درک دادند. این بار اول نیست که جوانان وطن دوست دهات ورخ و چرکو در نخستین روز دعوت نقشه را برزیاد تامین می نمایند. آنها خوب درک نمودند که ورخ و چرکو در خط مرز قرار دارند و حمایه مرزوبم از جوانان شجاع حس بلند مسئولیت شناسی را طلب می کند. چاره‌بینی های تنتنوی گسیل نوسکران نخست در دهات ورخ و چرکو برگزار گردیده، همایش تنتنوی اساسی در مرکز شهر اسفره با شکوه خاصه دایر شد. من یکی از جوانمرد ورخ امروز با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده میخواهم با سری بلند خدمت پدر مادر را خدمت وطن را اجرا نمایم. ما جوانان کوشش میکنیم تا آخرین نفس همان تاجیکستان عزیز خود را حمایت کنیم. امروز از خرد تا بزرگ آماده هستند که این مرز بوم را برای وضع جان خود حمایت نمایند. من امروز خوشحال هستم که در جماعت دهاتی ورخ کارهای آبادانی، مکتب‌های نو، قصر فرهنگ بنیاد یافته است. این خرسندی هر یک ورخی است. دوام چند سال آخر جوانان ورخی از اولین ها شده در روز نخستین این معرکه مهم سیاسی آمادگی خیش را برای حمایت وطن اثبات می‌کنند. این نوبت نیز بهادران دهات ورخ با امر دل و وجدان برای ادای قرض شهروندی خود کمر بستند. روند کارهای آبادانی و سازندگی و روحیه بلند وطن پروری باعث آن گردید که صف اختیاریان برای ادای قرض شهروندی در دهات ورخ باز هم بیشتر گردد و در دل نورسان احساس وطنداری را دوچند سازد. فرزند من در دوره مکتب خانیش سعادت هایی که با صف ارتش ملی رفته می آمدند با زبان خودش می گفت که البته من با خدمت حربی می روم و امروز من شاید از آن هستم که فرزند من با نیت خودش رسید. جوانان وطن دوست خیلی زیاد هستند، از آن جمله یکی آن فرزند خودم سنگین و شیروا می باشد. می خواهد که برای خدمت وطن رفته تاجیکستان را محافظت نماید. من البته 5 نفر فرزند دارم، شکر میکنم که 5 نفر فرزند دارم. من از آن خرسند هستم که فرزند من امروز با سوی خدمت حربی میروم. در چاره‌بینی تنتنوی که به افتخار گسیل نوسکران در دهات ورخ شهر اسفره برگزار گردید، همه با افتخار از اقدام جوانمردان ورخ ستایش کرده آنها را نمونه عالی وطنداری و وطن دوستی عنوان نمودند. زیرا این بهادران وطن امروز اختیاراً به صف قوه‌های مسلح کشور برای حمایت مرز بوم رهسپار می‌شوند. والدان نوسکران و پیران روزگار به این جوانان سعادتمند دعای خیر دادند. جوانان باشند با افتخار اظهار داشتند که خدمت وطن مادر را سربلندانه انجام داده به زادگاهشان برمیگردند. ورخ سرزمین باستانی تاجیکان است که تاریخ کهن دارد. این مکان اجدادی را در طول تاریخ چند هزار ساله فرزندان برومند و دلاورش تا امروز محافظت نموده چون گوهره که چشم حفظ میکنند. در دوام 2-3 سال آخر جوانان با حس یک بلند وطن دوستی به صف ارتش ملی با اختیار خود که رفته ایستاده اند، این بسیار باعث سرفرازی ما می باشد. وقتی که جوانان به صف ارتش ملی سفربر می شوند، در آنجا هر یک جوان مرد باز آب و تاب می یابد. البته ناگفته نماند که دوام چند سال آخر در دهه ورخ جوانان در روز یکم دعوت نقشه دعوت را اجرا می نمایند و به صف قواهای مسلح